جدال شانه به شانه مدعیان در هفته‌های پایانی لیگ. تراکتورسازان با توقف در شهرآورد تبریز 2 امتیاز حساس را از دست دادند. تراکتورسازی در مصاف با همشهرش گسترش فولاد اگرچه با گل دو سانتوس پیش افتاد، اما دقیقه 61 گل مساوی رو دریافت کرد. شاگردان اولیویرا با این تساوی 54 امتیازی شدن و اگرچه صدر جدول رو حفظ کردن، اما حالا نفت رو در کنار خودشون می‌بینن. شاگردان علیرضا منصوریان در تیم نفت 2-1 پدیده رو بردن. نفتی ها در مشهد 3 امتیاز رو گرفتن و همچون تراکتور 54 امتیازی شدن. سپاهان هم در ادامه روند صعودیش به سوی صدر جدول استقلال خوزستان انتهای جدولی رو در اهواز با درخشش لوسیان پریرا 3-1 شکست داد. زردپوشان دیار زاینده‌رود جمع امتیازاتشون رو به 53 رسوندن و در یک قدمی صدر جدول قرار گرفتن. اما از جمع بالای جدولی ها فولاد خوزستان هم مقابل حریفش ملوان انزلی با تساوی بدون گل متوقف شد و 2 امتیاز رو در کورس قهرمانی از دست داد و به رده پنجم رفت. ذوباهن اصفهان که در نیم فصل دوم نتایج درخشانی داشته، در هفته 28 هم با 2 گل نفت مسجد سلیمان قره جدولی رو برد و با صعود به رده چهارم بختش رو برای کسب سهمیه آسیایی بیش از پیش کرد. اما سرخابی‌های پایتخت هم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتند. استقلال با گلزنی کرار جاسم و سجاد شهبازاده 2-1 میزبانش سبای قم رو برد تا همچنان به کسب سهمیه امیدوار باشه. میتونه ضربه‌شو بزنه و توپی که در دروازه قرار میگیره. پرسپولیس پس از مدت‌ها رنگ پیروزی رو دید. سرخپوشان در آزادی با تکل مهدی طارمی پیکان رو مغلوب به رده نهم جدول صعود کردند. این اولین برد برانکو با پرسپولیس بود. Navijačima uljepšali sutrašnji praznik. و خیلی خوشحالم از اینکه عید فردا رو برای هواداران خودمون زیباتر کردیم و فقط متاسفم از اینکه چرا نتیجه رو قاطعانه تر رقم نزدیم. تو این بازی زیاد از اون عمل کرده بازیکنام راضی نبودم، چرا که اون چیزی که ما می‌خواستیم واقعا به وجود نیاوردن. و راه آهن هم که وضع خوبی در جدول نداره، با برتری 2-1 مقابل سایپا کمی شانسش رو برای بقا بیشتر کرد.